سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه در کامبو. امروز قراره که به یکی از معروف‌ترین چالش های تیک تاک ریاکت کنیم به اسم باست. ادیتور عزیزم که اینجا میبوسمش، بهترین های این چالش رو در نظر گرفته برای من و منم که خیلی آدم سختگیریم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. در آخرم قراره که یه نفرشون بهترین باشه از نگاه من، میتونه یکی دیگه هم باشه از نگاه شما. پس گلدونتون آماده کنید و برید برای ادامه برنامه. خب برعکس بریم با نفر اول شروع کنیم ببینیم که چجوریه. البته ایشون اوجنات مشخصه که حالت عادی هم اوکیه، با حال خوبه. بریم سر حال. فرش برو براش. اوه درود به عظمتت. اوه چه اتفاقی؟ خب ای وای، مجبورم که نمره بدم دیگه، حالا زیاد وارد جزئیات نمیشم. 7 برای تو فوق العاده است. برو براش، بیا. برو. اگه تو میدادی به ما یه حرف. ای وای من میدونستم این دیتور نامرد من بهترین منتخب های جهان رو در نظر گرفته. اصلا اینا همشون 10. خب به انا نمره چند رو بدیم بهشون؟ 8. من 8 رو میدم واقعا، چون خیلی تغییر کرد. خب نفر بعدی همین جوریش هم خب خوشگلی تو بانو. دنبال چی؟ اوه یس. نو حرفی نیمونه، فقط نو. بیا بنداز بینیم چی داری عمو. لعنت بهت، خودش عمو بر آبم از زیر. تو هم 8. الان بالاترین رو چه سبزه آورد. چه بالای من آورده ای بانو؟ یک خره، 2 تا بزه، 3 تا گوسفنده. رو کن بینیم. ای وای این اونه؟ یا خدا. واه. نو اینم نو. خدایی خیلی تغییر کرد. ولی خب این اوناست که مثلا صبح مثلا چشاتو باز میکنی کنارش میترسی جیغ میکشی از پنجره پرت میشی پایین، ولی شب حتما میای سراغش دوباره. چقدر حرف میزنی؟ همون 2 تا 9 شد که چه شبیه اسکولاست. یا امام اسکول منم، بدبخت منم. چقدر کثافت میتونی باشی تو. چقدر تغییر کردی. خودشو به احمقو زده بود، به شبیه احمقو کرده بود. اون بدبختو نگم، ولی کوفتت شده داشت. امتیاز دادم ببخشید. نفر قبلی رو 8 میدم. بریم ببینیم چه برای ما رو بردارن. 2 نفر. اوهو. با چپیه بیشتر ارتباط برقرار کرد. شسته فقط هر میزنی. ولی در کل اینجوری نیستم، نه، یکم شبیه این پلنگای ایرانی هن که میان تو کلابا. به شما 7 میدم. ساده خوبه. شما چه برای من آورده ای؟ برای من؟ برای دوستان؟ اوه بگی جلوششو شروع بزا بشه. اوهو کله منم نیفن. خب الان من کدوم بچه قضیه رو نمره بدم؟ شعور نداری، به طور کلی شعور نداری. این طرف قضیه که 10، ولی این سمت قضیه 6 حقیقتشو بخوای. خب یک بانوی دیگه. چه روخی گرفت. ای وای
شما به همون چیزی که من نگاه میکنم نگاه میکنیم. عجیبه، واقعا عجیبه. من گفتم من با یه منتخب جهان روبروم، واقعا منتخب جهانن این، اصلا نمیشه چیزی بهش بگم. این میلف عزیزمونم بهش بدیم نمره 8 خدایی داره. 8 ای وای. این تو بچه جیب جون داد این کار را میکنه. تله افتاد یارو. ای جان چقدر خوب بود میذاشتی اون بره پدر سگ. کثافت پافیازه. نفر بعدی یه برام. آها نمیخوام خیلی خودم رو درگیرت کنم. اصلا چی؟ به تو میدم نمره 7 خوبه. خب بچه ویدیو تموم شد، ولی یه مشکل فنی پیش اومد، این که الان ما 2 تا برنده داریم که به 2 نفر شماره 9 دادم. یکی این بانو بود، یکی ایشون بود، یکی اوشون. ولی خب اینو دیگه میسپارم به شما یه نفر رو به عنوان برنده نهایی انتخاب کنید. و اینکه دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. اگه دوست دارید که پارت دومی از این ویدیو گذاشته بشه حتما لایک و کامنت توی کامنت برام بنویسید. دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی میبینمتون.